بر اساس درخواست‌های شما میخوایم بریم آلمان زمان جنگ جهانی دوم. اونم یکی از جاهای خطرناکش concentration camps، یعنی اردوگاه کار اجباری که یکی دوتا هم نبوده. این نقشه اردوگاه‌های اصلی تو آلمانه. این اردوگاه‌ها از 1933 تا 1945 فعالیت می‌کردن. بعضیا زودتر باز شدن و بسته شدن، بعضیا دیرتر. حالا می‌خوایم بریم تو یه دونه از این اردوگاه‌ها ببینیم چی کار دارن می‌کنن. ویدیوهای زیادی در آنتن وجود داره که در مورد آلمان نازی ساخته شده، اما تو هیچ کدوم از این ویدیوها ما به داخل این اردوگاه‌ها نرفتیم. الان که یه مقداری برای ساخت این ویدیو در این مورد پژوهش کردیم یا به اصطلاح وارد این اردوگاه‌ها شدیم، یه جورایی وحشت کردیم. اینها بیشتر اردوگاه‌های کشتار بوده، نه کار اجباری. البته اونهایی که توان کار داشتن و بدن خوبی داشتن، اونها رو اول ازشون کار میکشیدن، بعد میکشتن. در طول 12 سال فعالیت در این اردوگاه‌ها بیشتر از 17 میلیون نفر زجرکش شد. فقط 12 میلیون کشته‌های این اردوگاه‌ها یهودی‌ها و روس‌ها بودن و خیلی افراد غیر آلمانی دیگه. 17 میلیون انسان رو در طول 10 سال اگر بخوای بکشی جواب نمیده، چون برای هر کدومشونم 5 دقیقه بخوای وقت بذاری، ما حساب کردیم دقیق حدود 161 سال طول میکشه. برای همین اونها راههای جدید رو ابداع کردن، مثلا اتاق گاز که سریع ترین وسیله کشتارشون بود. هیتلر با سخنرانی‌های آتشینش حسابی رو ملت آلمان اثر گذاشته بود، به طوری که اونها هم از غیر آلمانی‌ها متنفر شده بودن و نجات پرستی توشون موج میزد. برای همین ملت آلمان به این کشتار توجه نمی‌کردن، یعنی روشون رو می‌کردن اون طرف و میرفتن. در ضمن جرأتش هم نداشتن چیزی بگن. اگر چیزی میگفت آلمانی هم میرفت تو اردوگاه. تعارف وجود نداشت. گفتیم که از سال 1933 این پروژه شروع شده بود، اما در سال 1939 کشتار سرعت میگیره. اونها تصمیم میگیرن هر کی غیر از آلمانیه، گیه، عقب ماندگی داره، معلولیت داره، کولیه، روسه و خیلی خیلی موارد دیگه برن تو اردوگاه. یهودی هم که جلوی صف بودن. گروه از نقاط مختلف آلمان اینا را سوار قطار میکردن، پخش میکردن تو این اردوگاه‌ها. وقتی فرانسه رو اشغال میکنن میگن فرانسویام آریاییه، برای همین به اونها کاری نداشته باشین، ولی هرچی یهودی و نژاد پستی دیدید بفرستین به طرف اردوگاه‌ها. با آلمانی‌ها هم تعارف نداشتن. اگر یک خانواده آلمانی یک بچه یه مقدار ضعیف داشت، یعنی یه مقدار کند بود یا مشکلی داشت، اونها رو هم میبردن اردوگاه. پدر و مادرش هم جرئت نمی‌کردن حرف بزنن. میگفتن بایستی نژاد آلمانی اصلاح بشه و همه این ناخالصی‌ها بایستی پاک بشه. ببینید چقدر جدی بود که 15,000 بچه آلمانی آمارش هست که کشته شده. این جمعیت بزرگی که در سال 1939 روانه این اردوگاه‌ها می‌شدن، اردوگاه‌ها رو لبریز کرده بود. مدیران اردوگاه‌ها با دولت تماس گرفتن و میگفتن ما اینها رو چیکار کنیم؟ اگر بخوایم بکشیم سالها طول میکشه. چیکار کنیم؟ همه به فکر میافتن که یک راهی پیدا کنن. برای همین ایده اتاقهای گاز مطرح میشه. میگن اینجوری حداقل میتونیم جمعیتی بکشیم. اونها اتاقهای گاز رو راه اندازی کردن. سالن‌های بزرگ با ظرفیت صدها نفر که لوله کشی شده بود و از بیرون شیر رو که باز میکردی گاز پخش میشد تو سالن. اولش اینها رو جمع میکردن تو سالن‌ها و گاز مونوکسید کربن پخش میکردن که خیلی سریع میکشت. تعداد زیاد کشته ها یک معضل دیگه درست کرد و اون این بود جنازه اینها رو چیکار کنن. تعداد جنازه ها هم بالا بود، برای همین کوره های سوزوندن درست کردن. سالن رو پر میکردن، خفه میکردن، مینداختن توی کوره ها. دستاندرکارهای این اردوگاه‌ها حسابی توجیه شده بودند که هیچ خبری از داخل این اردوگاه‌ها به بیرون ندن. برای همین مردم آلمان نمیدونستند توی این اردوگاه‌ها دارن میکشن.
فکر میکردن زندانه. فقط از این اردوگاه بوی گوشت سوخته می اومده. این کشت و کشتار ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به حمله آلمان به روسیه. آلمانیا اسیرهای جنگی رو نگه نمی داشتن. تو همین اردوگاه ها کلیشون رو کشتن. اونها وقتی وارد روسیه شدن فکر همه چی رو کرده بودن. ونهای بزرگی ساخته بودن که پشتش اتاقهای گاز بود. اینها دنبال لشکر حرکت میکردن. هر گروه اسیری رو که میگرفتن میفرستادن دم ون. شاید بگین چرا با اسلحه نمیکشتن؟ میگفتن نه، اونجوری نیروهامون دچار استرس میشن. یه دونه از این اردوگاه ها که معروف ترین و بزرگترینشونه در لهستان امروزی قرار گرفته که بهش میگن آشویتس. در آشویتس ابتکار عمل بیشتر بود. اونها گفتن چرا تو اتاقهای گاز مونوکسید کربن استفاده کنیم؟ به جاش زیکلون بی استفاده میکنیم. آلمانی‌ها هم که میدونید تو تولید مواد شیمیایی خیلی تبحر دارن. کلیپاش هم توی آنتن هست. زیکلون بی به کار سرعت بخشید. خیلی سریعتر میکشت. سرعت کار رفته بود بالا، اما یه چیزی دست پاشونو میبست. اونها لباس رو تو کوره ها نمینداختن و مجبور بودن جسدها رو لخت کنن بندازن تو کوره. برای همین دستور اومد به مردم بگین قبل از اینکه بیان تو سالن لباسهاشون رو در بیارن و بهشونن بگین میخوان بریم حموم. آدم‌هایی که حمومو تو رویاشون میدیدن و ماها آب به تنشون نخورده بود. خیلی سریع لخت میشدن، میرفتن تو سالن. حموم بود، اما حموم گاز وحشتناک زیکلون بی. کمپ آشویتس یکی از فعالترین کمپ‌های آلمان نازی بود. روزی 6000 انسان رو اونها میکشتن و آتیش میزدن که آمار باور نکردنیه برای یک دونه از این اردوگاه‌ها. حالا این همه کارها رو کیا انجام میدادن؟ جنازه ها رو از تو زمین جمع کنن بریزن تو کوره، تمیزکاری‌های اطراف کار. سربازها این کارا رو انجام میدادن؟ نه، اونها دست به سیاه‌سفید نمیزدن. زندانی‌های جوان‌تر رو سوا می‌کردن برای این کارها و تا موقعی که کار می‌کردن اینها رو تو سالن نمینداختن. بعد از جنگ هم اونایی که زنده موندن جوان‌ها و ورزیده‌ها بودن، چون هنوز تو سالن نرفته بودن. ولی اونها بدترین صحنه‌ها رو می‌دیدن. جنازه کسانی رو باید حمل می‌کردن این ور اون ور که میشناختن و شاید هم جزو خانواده‌شون بوده. این همه جنازه رو وقتی بسوزونی کلی خاکستر ایجاد میشه. خاکسترها رو هم زندانی‌ها بار وانت می‌کردن، می‌بردن دورتر و تو زمین چال می‌کردن. البته به همراه مأمورا. از داخل این سالن‌ها و قسمت کوره هیچ فیلم و عکسی وجود نداره، چون خیلی محرمانه بوده. حتی آلمانی‌ها هم نمیدونستن که اینجا یک همچین کشتاری داره اتفاق میفته. ملیت‌های مختلف که از این اردوگاه‌ها زنده بیرون اومدن همشون نوشتن و تعریف کردن. روسه تو شوروی کتاب نوشته و تعریف کرده. یهودیای مختلف مال جاهای مختلف کتاب نوشتن. کلیا نوشتن. حتی بعضی از مامورهای آلمان نازی هم بعد از جنگ این موارد رو همه رو تعریف کردن. حرف آدم‌های مختلف تو گوشه کنار اروپا رو وقتی میذاری رو هم دیگه میتونی تشخیص بدی چه اتفاقایی افتاده. ویدیو از خود اردوگاه‌ها زیاد وجود داره و مثل یک زندان امنیتی نشون میده. اما اون قسمت‌های حساس هیچ ویدیویی وجود نداره. برای همین هم است بعضیا میگن این افسانه است. ولی به قدری مدرک وجود داره که نمیتونی کتمان کنی. خیلی ویدیو وجود داره که کوههای جنازه نشون میده، جسدهای نیم سوخته نشون میده و خیلی چیزهای ناراحت کننده دیگه‌ای که ما نمیتونیم نشون بدیم. بیشتر این ویدیوها رو روسا گرفتن چون اونها اولین نیروهایی بودن که وارد این اردوگاه‌ها شدن، مخصوصاً آشویتس. وقتی در مورد هیتلر و آلمان نازی مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم که در سال 1944 یعنی اواخر جنگ، وقتی آلمانی‌ها تحت محاصره قرار گرفتن و روز به روز حلقه محاصره تنگ‌تر میشه، دستور اومده بود که آدم‌های اردوگاه‌ها رو سریعتر بکشین که اگر شکست خوردیم اینها زنده از اینجا بیرون نرن. و این نشون میده که هیتلر و رژیم نازی
به قدری نجات پرست بودن که حاضر بودن جنگ رو ببازن، اما این نژادهای به قول خودشون ناخالص رو از بین ببرن. اگر منطقی میخواست جنگ رو ببره، میتونست از این همه نیرویی که کشته شدن استفاده کنه. حتی مثل برده میتونست از اینها کار بکشه، اما این برای نازیها مهم نبود. مهم این بود که نژاد ژرمن خالص بشه و در اکثریت قرار بگیره. من نمیدونم انسان از این مدت کوتاه زندگیش چی میخواد، به کجا میخواد برسه. لطفاً کامنت بدید.